من النازم. میخوام اتفاقی که سالها پیش برام افتاده رو براتون تعریف کنم. من الان نزدیک 60 سال سن دارم، اما داستانم برمیگرده به وقتی که 22 سالم بود و تازه ازدواج کرده بودم. برخلاف همه که اوایل زندگی مشترکشون حسابی عشق و حال میکنن، من اول بدبختیام بود. هر روز به خودم نفری میکردم که چرا ازدواج کردم. فقط یه هفته بعد ازدواجم بهم خوش گذشت. من تو خانواده متوسط به دنیا اومدم. شوهرم هم تو خوی خانواده معمولی. من و علی به انتخاب خودمون با هم ازدواج کردیم. خودمون عاشق شدیم و تا آخرش با خواستمون ایستادگی کردیم. من هر خواستگاری برام اومد ردش کردم. واقعیتش میتونستم کسی رو انتخاب کنم که وضع مالیش بهتر از علی باشه، ولی من فقط علی رو میخواستم. کار به جایی رسید که خانواده‌ام بهم گفتن اگه باهاش ازدواج کردی حق طلاق گرفتن نداری. ما فقط تو کفن تحویلت میگیریم. با این حرفشون آب پاکی رو ریختن رو دستم. نمیتونم بگم خیلی از لحاظ خانواده هم با هم تفاوت داشتیم، اما میتونم بگم از نظر فرهنگی خانواده علی جز خودش همه کوچه بازاری حرف میزدن و پوشش برادرش و دامادشون لاتی بود. ما بدون اینکه جشن خاصی بگیریم ما هم ازدواج کردیم. یه خونه متوسط توی یه جایی اجاره کردیم. مادر و پدرم جایزه مختصر و کمی برام فراهم کردن. حرفشون هم این بود که علی برای جشن عروسی نگرفته، چرا ما باید یه جایزه کامل همراه کنیم؟ علی و من حسابی ناراحت بودیم از رفتار دور و بریامون. علی بهم گفت تا سال دیگه سالگرد ازدواجمون تمام کم و کسری ها رو جبران میکنم. این حرفش راستش یکم منو ترسون، چون که خوب میشناختمش. اگه میخواست کاری رو انجام بده هر طوری بود انجامش میده. بودم علی بی خیال، من چیزی نمیخوام، همین که کنارم هستی حالم خوبه. از طرفی علی مکانیک ماشین سنگین بود. سالای زیادی بود که توی گاراژ کار میکرد و از دوستاش حقوق میگرفت. بعد از اینکه رفتیم زیر یه سقف یه هفته مرخصی گرفت و کلی با هم با موتور رفتیم دور و اطراف شهرمون رو گشتیم و غذا خوردیم. من راضی بودم از زندگیم، ولی علی حسابی غرورش از رفتارهای بد خانواده من و اطرافیان جریحه دار شده بود. همیشه میگفت الی کاری میکنم همه بیان بابت رفتار بدشون عذرخواهی کنن. منم همیشه در جوابش میگفتم علی ولش کن، مهم این بود که به هم برسیم، بقیه چیزا با گذشت زمان درست میشه. اما علی در جواب میگفت نه، باید جوری پولدار بشیم بقیه حسرت بخورن. خلاصه بعد یه هفته که بهترین دوران زندگی مشترکمون بود من حامله شدم. علی در بین راننده‌های ماشین سنگین فردی رو پیدا کرده بود که تو کار قاچاق بود. قرار گذاشته بودن که اونا جنس بذارن داخل جاساز ماشین سنگین. علی هم ماشین رو از سیستان بیاره به شهر. علی تصمیم گرفته بود هر طور شده پولدار بشه. اوایل بهم میگفت یه ماشین تو جاده خراب شده، چون پول خوبی میده باید برم کنار ماشین راش بندازم. چند روزی نیستم، من ته دلم میدونستم داره بهم دروغ میگه. وقتی هم برمیگشت کلی پول می آورد خونه. بهم میگفت هر چی برای بچه لازمه بخر. در ماه 1-2 بار به قول خودش میرفت برای تعمیر. تا اینکه وقتی من 5 ماهه وادار بودم، وقتی علی خونه نبود و منم منتظرش بودم برگرده، بهم زنگ زد و گفت الی هر چقدر پول تو خونه داریم بردار و فرار کن برو جایی که هیچ کس تو رو نشناسه. بعد از اینکه مستقر شدیم بهم خبر بده کجایی. اومدم سوال بپرسم. گفت فقط فرار کن، نری طرف خانواده خودت یا من، برو جایی که هیچ کس تو رو نشناسه. بعدم قطع کرد. من هرچی پول بود و ریختم داخل یه چمدون و وسایلمو جمع کردم. تنها جایی که به فکرم خورد این بود که برم طرف روستایی که دوستم اونجا زندگی میکنه. 1-2 بارم پیشش رفته بودم. من فقط تونستم چند دست لباس بردارم و به سختی رفتم طرف اون روستا. خدا رو شکر دوستم قبول کرد و منو تو خونش راه داد. خبرشو به علی دادم. وقتی ازش پرسیدم چند وقت قراره اینجا بمونم، بهم گفت معلوم نیست، من هر زمان تونستم میام. من چند سال بعد متوجه شدم که چند نفر که صورتشون پوشونده بودن جلوی ماشین علی رو وقتی که داشته به سمت شهر می اومده گرفتن. اونا مسلح بودن. علی رو مجبور کرده بودن جاسوسو بهشون نشون بده و یه تیر به پاش زده بودن و تمام جنس‌ها رو برده بودن. علی هم هر طور بود با ماشین خودشو به یه جا رسونده بود و تیر رو از پاش خارج کرده بود. بعدم پاشو پانسمان کرده بود. صاحب ماشین و محموله وقتی خودشو به علی رسونده بود
و وضعیت رو از نزدیک دیده بود، خودش متوجه شده بود که این کاری که از نزدیکاش بوده و با مشخصات محدود که علی بهشون داده بود رفته بودن سراغش و کل خانواده طرفو به رگبار بسته بودن. طایفه اون فردی که محموله رو دزدیده بود در به در دنبال صاحب ماشین و علی میگشتن. صاحب ماشین گفته بود علی خانوادت و خودت تا میتونی دوشی وگرنه اونا هر طور شده پیداتون میکنن و میکشنتون. علی از ما جدا شد که اگه پیداش کردن به ما آسیبی نرسه که متاسفانه همین باعث شد ماها علی غیب بشه. خلاصه داستان عشق من این بود، اما انگار ورود من به اون روستا بی حکمت نبود. اینو باید بهتون بگم که من تا زمانی که فرزندم 2 سال شد هنوز تو اون روستا منتظر علی بودم، چون که امید داشتم بیاد دنبالم یا خبری ازش بهم برسه. من چند هفته پیش دوستم موندم. بعد ازش خواستم یه خونه برام اجاره کنه، چون که مشخص نبود چقدر باید اونجا بمونم. خدا رو شکر اونقدر پول داشتم که بتونم زندگیمو بگذرونم. من هر روز با ترس روزامو به پایان میرسوندم. حتی شبا چند بار از خواب میپریدم. جرئت نداشتم با دوستم در مورد این قضیه صحبت کنم. خوشبختانه چون که پدر دوستم ریش سفید اون روستا بود، علی اصلا تو کارم فضولی نمی‌کردم. منم به قدر خیلی مختصری به دوستم گفتم برای شوهرم مشکلی پیش اومده. تصمیم گرفتیم بیایم اینجا زندگی کنیم. واسش هر وقت یاد اون روزا میافتم قلبم درد میگیره. خیلی دوران سختی بود. نمیتونستم برم سمت خانواده‌ام، نه جرئت داشتم به شهر پا بذارم. چون که بچه اولم بود حسابی هم از زایمان میترسیدم. با اینکه میدونستم دوستم با خانواده‌اش هوامو دارن، اما فکر و خیال علی رحم نمیکرد. یه شب که چند ماهی بود علی رو ندیده بودم، به یه باره به خاطر وضعی که توش گیر کرده بودم و حال و اوضاعی که داشتم و از طرف دیگه دلتنگی که برای علی داشتم، یهو زدم زیر گریه. ساعتها گریه کردم و از خدا کمک خواستم. من نه راه پس داشتم نه راه پیش. از طرفی داشت فکر و خیال علی منو دیوونه میکرد. هرچی حرف تو دلم مونده بود و تلمبار شده بود با گریه و داد به خدا گفتم. در همین حین بیهوش شدم، چون که نیرو و توانی برام باقی نمونده بود. نه درست حسابی غذا میخوردم نه آرامش داشتم. همینطور که به بغل افتاده بودم رو زمین یه چیزایی رو حس میکردم. گروهی زن و مرد دور و برم پر کردم، داشتم با هم حرف میزدن. من واقعا نمیدونم که وقتی بیهوش شدم به یه بعد دیگه وارد شدم یا نه. این صداها رو داشتم از بالا سرم میشنیدم. چند تا زن و مرد با هم داشتن اینجوری میگفتن که این بیچاره گناه داره، خیلی وضعیت بدی داره، خانواده‌اش اونو طرد کردن، شوهرش هم که به مشکل خورده، از این به بعد باید حواشو داشته باشیم. من اولش خیال کردم دوستم و خانواده‌اش بالا سر من جمع شدن و با هم صحبت میکنن، چرا که بین خونه دوستم با خونه من فقط یه زمین خالی وجود داشت. گفتم شاید از صدای گریه و داد من اومدن داخل خونه، اما صدای اونا برام آشنا نبود. کمی که گذشت دیگه صدایی نشنیدم و زمانی که چشمو باز کردم صبح شده بود، اما انگاری کسی رخت خوابمو پهن کرده بود و منو اونجا خوابونده بود. اولش فکر کردم تمام اون چیزا رو تو خواب دیدم، اما من وسط اتاق بیهوش شده بودم و الان سر جای همیشگی چشمو باز کرده بودم. هر چقدر به ذهنم فشار آوردم نتونستم هضمش کنم. میدونستم خواب نبوده. حتی از گریه زیاد هنوز چشم درد میکرد. اون زمان اواخر ماه 7 بارداریم بود. شکمم حسابی بزرگ شده بود و دست و پاهام ورم داشتن. دقیقاً بعد از شنیدن اون صداها با موارد عجیبی برخورد کردم. نه صدایی میشنیدم نه موجودی میدیدم، اما حس میکردم وقتی قصد دارم از جا بلند شم کسی پشت سرم ایستاده و حواسش بهم هست که زمین نخورم. اون روزا واقعا با نشست و برخاست مشکل داشتم. تو اون خونه صندلی نبود، باید روی زمین میشستم. یه مورد دیگه هم بود، احساس تنهایی نمیکردم تو اون خونه. حسم اینجوری بود که کسی یا کسایی حواسشون بهم هست. خیلی راحت شبا میخوابیدم بدون اینکه از خواب پاشم. میدونی دوستم خیلی هوای منو داشت، اما نمیتونست زندگیشو ول کنه و 24 ساعت کنارم بمونه. من بهش پول میدادم، اونم وسایل مورد نیاز منو خریداری میکرد. در روز گاهی برام غذا میآورد و سر میزد، حالمو میپرسید
اما اونا همیشه کنارم بودن. چند بار غذا درست کرده بودم و روی چراغ پیکنیکی بودن. زیرشون رو خاموش کرده بودم تا کمی خنک شد. بعد بخورم. به یک بار خوابم میگرفت. میگفتم یکم استراحت کنم، بعد پا میشم غذا میخورم. چون که میترسیدم خدای نکرده گاز چراغ مشت کنه، کف آشپزخونه میشستم و غذا آماده میکردم. بعدم میرفتم تو اون یکی اتاق و استراحت میکردم. کلاً 2 اتاق داشتم. آشپزخونه با یه اتاق که مهمونخونه بود. وقتی چشامو باز میکردم غذا رو کنارم میدیدم. حتی سفره هم میذاشتن کنارش. حتی چند بار سبزی برام آورده بودن، در صورتی که من اصلا سبزی نداشتم تو خونه. اونا چون که قصدشون کمک کردن بود کاری نمیکردن که من بترسم و فرار کنم. اندازه شجاعتی که داشتم به هم نزدیک میشدن. من تو اون خونه نمیترسیدم و دیگه هم احساس تنهایی نمیکردم. راستش خیلی هم روی اینجور مسائل زوم نمیکردم که نترسم. اما با کل وجودم حضورشون رو حس میکردم. راستش حس خوبی هم نسبت بهشون داشتم. میدونستم نیت بدی ندارن. اونا به مرور زمان خودنمایی بیشتر میکردن. مثلا وقتی شبا میخوابیدم یه صدایی توی سرم میپیچید، بهم میگفت راحت بخواب، ما مراقبتیم. باور کنید آرامش صداش از مادرم هم بیشتر بود و خیلی راحت بهش اعتماد کردم. اونم در موقعیتی که خبری از علی نداشتم و به خانواده‌ام هم دسترسی نداشتم. تا زایمانم زمان زیادی باقی نمونده بود. چون وضعیتی که من داشتم با شنیدن صدای اونو حس حضورشون به راحتی میخوابیدم. اولین باری که کاملا به هم اعلام حضور کردن زمانی که از زمین بلند شدم. پام رفت روی ملاقه داغ که روی زمین بود و به پشت سر مایل شدم. به مو بند بودم تا محکم از پشت سر زمین بخورم که کاملا من 2 دست رو پایین شونام حس کردم. منو به جلو هل دادن و نگه داشتن تا تعادلم حفظ بشه. بعد دستاشونو برداشتم. تو اون دوران بهترین حسی که با اجنه تجربه کردم این بود که نه تو خونه خسته می شدم نه احساس تنهایی می کردم. یه روز داشتم به علی فکر می کردم و اشک می ریختم و زیر لب با خودم حرف می زدم. از گوشه چشمم یه زن رو می دیدم که ایستاده بود و به من نگاه می کرد. صورتم رو چرخوندم. یه پیرزن کوتاه قد بود که چادرش رو دور کمرش گره داده بود. من تنها نترسیدم بلکه یه حس خوب با دیدنش بهم دست داد. گفت چه گریه میکنی؟ باید به فکر خودت باشی. من انگاری اون زن رو سالها میشناختم. بهش گفتم مگه میتونم بهش فکر نکنم؟ برای آسایش من خودش رو دردسر انداخت. الانم ازش خبری ندارم. پیرزن اومد جلو گفت از دستت کاری بر نمیاد انجام بدی. حواست به بچه توی شکمت باشه. من نه ترسیدم نه جا خوردم نه سوالی ازش در مورد اینکه چه موجودی هستی پرسیدم. انگاری اجازه نداشتم. اصلا اون زمان برام مهم نبود. فقط از وجودش در کنار خودم خوشحال بودم. گفتم من کسی رو ندارم تو زمان زایمانم ازم مراقبت کنه. گفت ما هستیم. تو فقط ازش داخل شکمت مراقبت کن. ما بهت کمک میکنیم. راستش اونقدر اون زمان بیکس بودم. اصلا برام فرقی نداشت که اون پیرزن چی باشه. جن یا آدمیزاد. گفت من به همراه 2 پسرم و همسر اونها اینجا زندگی میکنیم. زمانی که با خدا راز و نیاز میکردی حرفاتو شنیدیم. تصمیم گرفتیم بهت کمک کنیم. تو چیزی در مورد ما به کسی نگو. ما بهت کمک میکنیم. گفتم من کسی رو ندارم که در مورد شما باهاش صحبت کنم. ارتباط من با موجودات داخل خونه از اینجا شکل گرفت. اونا نه دم داشتن نه سم. اون خانواده قد کوتاهی داشتن و رنگ پوستشون به سرخی انار بود. من به تدریج با همه اونها ملاقات کردم. برخلاف جوسی کوچیکشون زور زیادی داشتن. اونا حسابی حواسشون به هم بود. برام جوشونده های کوهی می آوردن. غذا درست می کردن. اما فقط مادر اونها با هم صحبت می کرد. با بقیه در حد خیلی کم صحبت می کردم. به هم گفت اگه به ما اعتماد داری تو همین خونه زایمان کن. ما تمام کارهای لازم رو انجام میدیم. راستش از وقتی که با اونا آشنا شده بودم از هیچی نمی ترسیدم. در صورتی که حسابی از زایمان ترس و هراس داشتم گفتم باشه. وقت زایمان سر رسید. اون پیرزن و عروسش جوشونده‌ای به من دادن که من در زمان زایمان ذره‌ای درد نداشتم. وقتی بچم به دنیا اومد یکی از اونا بچه‌مو به دست اون 2 مرد جنی رسوند.
هر ده اونا تو گوش دخترم اذان و اقامه گفتم. باور کنید وقتی دوستم روز بعد منو با فرزندت شاخ در آورد، بهم گفت مگه قرار نشد وقتی که وقت شد به ما خبر بدی تو رو ببریم بیمارستان؟ گفتم یهویی اتفاق افتاد و فارغ شدم. اونا علاوه بر انجام کار خونه بهم در امور دیگه هم یاری میکردن. مثلا بهم گفتن هنوز وقتش نرسیده تا به شهر برگردی، یا بهم گفتن با پولی که برات مونده یه زمین تو روستا بخر. بعدم بهم گفتن کدوم زمین. یه روز پیرزنه بهم گفت دختر جون تو باید به زندگیت ادامه بدی، این همه به علی فکر نکن. راستش فهمیدم که اتفاقی باید برای علی رخ داده باشه که پیرزنه چنین حرفی میزنه، مخصوصا با توانایی که از اون دیده بودم. اما چیزی ازش نپرسیدم چون نمیخواستم قبول کنم اتفاقی براش افتاده باشه، با اینکه زمان زیادی بود ازش خبر نداشتم. بالاخره از اون چیزی که میترسیدم اتفاق بیفته اتفاق افتاد. یه روز پیرزن بهم گفت تو باید از اینجا بری، دیگه خطری تو رو تهدید نمیکنه. من اشک تو چشام جمع شد. اصلا نمیخواستم ازشون جدا بشم. بهم گفت تو دیگه نیازی به ما نداری. من همینجور اشکام میریختن و به حرفاش گوش میدادم. گفت اون زمینی که تو روستا خریدی داخلش یه گنجی پنهان شده، باید کمک کنی بیرونش بیاریم چون که به تنهایی نمیتونیم. یه شب رفتیم به اون زمین، اونا جایی رو نشون دادن و من شروع کردم اون قسمت رو حفر کردن. نمیدونم چقدر زمین گود شده بود که به یه جسم رسیدیم. نه فلز بود نه چوب، واقعا یه جسم عجیب و غریب بود که با لمس کردنش یه حال خیلی بد بهم دست داد. اونا آوردن بیرون، بهم گفتن دیگه نیازی به تو نیست. اون جسم مانع انجام کار ما میشد. من گنج نمیخواستم، من دوست داشتم تا آخر عمرم با اونا زندگی کنم، چون که کارهایی که اونا برام انجام میدادن و محبت‌هایی که بهم میکردن از نزدیکترین افراد خانواده‌ام ندیده بودم. پیرزن بهم گفت باید بری دختر، اینو بفهم. دیگه بودن ما در کنار تو هم در سرنوشت هیچ کدوممون تأثیری نداره. اما من حسابی گریه کردم و خواهش میکردم که بازم همدیگر رو ببینیم. اون زن گفت شاید همدیگر رو نبینیم، اما حواس ما همیشه بهت هست. بعد 5 تا کیسه سکه طلا بهم داد و گفت این همون گنج داخل زمینه. بعد عجیب ترین و خاص ترین اتفاقی که در طول زندگیم تا به امروز دیدم رخ داد. یکی از عروساش یه سینی چوبی که 4 گوش بود رو جلوی پیرزن گذاشت. یه پارچه روی سینی کشیده شده بود. پارچه رو کنار زد. یه پوست گوسفند که تا شده بود زیر پارچه داخل سینی بود. اون پوست مثل پارچه انعطاف پذیر 4 تا میشد. یه سمت اون خاکستری بود که محل رویدن کلح بود. حدس میزنم اون پوست متعلق به یه بز بود. پیرزن اون رو جلوی من روی زمین باز کرد، جوری که داخل پوست رو به ما بود. بعد با دستش شروع به لمس کردن اون پوست کرد و چیزایی خوند. چند چهره با بهترین کیفیتی که میتونی تصور کنی روی اون پوست نقش بست. به چی قسم بخورم که باور کنی با بهترین دوربینا هم نمیشد چنین عکسایی گرفت. اجزای صورت پدیدار شد که 2 نفرشون زن بودن و 2 نفر مرد. بهم گفت اینو میبینی؟ گفتم آره. گفت اسمش ناصره، بهش میگن ناصر تیرکمون. این تو بازار شهر حجره داره، میری سکه ها تو بهش میفروشی، نه هیچ کس دیگه. فهمیدی؟ گفتم آره. اون یکی مردو بهم نشون داد و گفت اسمش رضاست، مسافرخونه داره. از اینجا رفتی میری به فلان آدرس توی مسافرخونه سکونت میکنی تا خونه بخری. متوجه شدی؟ سر تکون دادم. گفت وقتی پول سکه ها تو گرفتی این زن اسمش اعظمه. بعدم یه آدرس بهم داد و گفت میری پیش این خانم خونه‌شو خریداری میکنی. متوجه شدی؟ بازم سر تکون دادم. یکی دیگر رو نشون داد. گفت چهره این زن رو خوب به ذهنت بسپار، یه روز اینو میبینی، خوب نگاش کن. گفت اسمش زینبه. این زن صاحب ماشینیه که شوهرت براش کار میکرد. هر زمان دیدیش ازش قضیه شوهرتو بپرس. بعدم با قاطعیت گفت از اینجا رفتی میری برای خودت تو همون خونه زندگی میکنی، اصلا هم پیگیر شوهرت نمیشی. حتی طرف خانواده خودتم تا 3 سال دیگه نرو. قطع زمین داخل روستا نگه دار. یه موقع بهت خبر میدیم چی کارش کنی. بعدم فردا از اینجا برو. من از اون شب تا روز بعد گریه کردم، اما فایده ای نداشت.
زمان خدافزی هم بهم گفتم مراقبت هستیم، نگران نباش. من دقیقا رفتم تو همون مسافرخونه. بعدم سکه ها رو فروختم. طی 5 روزم خونه خریدم. مقدار پول خوبی هم برام باقی مونده بود. به تک تک حرفای اونا عمل کردم. بعد چند سال به چابهار رفتم و اونجا زینب رو دیدم. تمام ماجرا رو برام تعریف کرد و فهمیدم علی ناپدید شده. حتی خانواده علی نه دنبال پسرشون گشتن نه دنبال من و فرزندم. اونا انگاری از ترس از اون شب فرار کردن. من وقتی دخترم 4 ساله شد ازدواج کردم و صاحب 3 فرزند دیگه شدم. تا به امروزم حضور اونا رو تو تک تک لحظه‌های زندگیم حس کردم و تو خیلی جاها بهم کمک کردن.